در میان لحظه جانکاه قبود زیر باران خدا باز شنید. نازنینم آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت، که به اندازه یک دانه گندم. تو فقط یادم باش. یاد خدا. منم که اسمت الله و وثاق عرش زیورم، حبیبه خدا منم، حباب نور داورم. رضای من رضای او، ولای من ولای او، که من ولیت الله و ز هر بدی مطهرم. فدک چه جلوه ای کند به پیشگاه دولتم، که مالکیت جنان به کف بود چو حیدرم. در گوشه هر خانه محزون و غریبانه، بر شمع عزای تو دلها شده پروانه، دلها شده پروانه. هر دل شده در داغت چون خیمه ای از ماتم، هر گوشه کسی گرید تنها و غریبانه، تنها و غریبانه. در سینه غمی دارم، از غربت دل دارم، ماتم زده یارم، قلبم شده غمخانه، قلبم شده غمخانه. چون داغ عزایت را با شمع دلم گفتم، می سوزد و می نالد در کنج عزاخانه، در کنج عزاخانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و سلام خدا به شما اهالی ارجمند یاد خدا، بیننده‌های محترم و نازنین شبکه قرآن و معارف سیما. خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما باشم و الحمدلله که لحظاتی از عمرمون در شبانه روز قرار هست که پای ذکر و یاد خدا سپری بشه. انشالله که سر این سفره پررزق قرآن کریم متنعم باشیم و بتونیم همه دقایق، نفسات و لحظه های عمرمون رو سر این سفره سپری کنیم. با افتخار عرض خوش آمد و خیر مقدم دارم محضر سرور ارجمندم، استاد محترم تفسیر قرآن کریم، استاد سید محمد حسین عظیمی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید، قدمتون به روی چشم. ببینیم جلسه قبل نکات ارزشمند استاد عظیمی رو برمیگردیم خدمت شریفشون جلسه رو آغاز میکنیم. اگر تقوا داشته باشید، تقوا چیه؟ تقوا اینه ان تجتنبوا، اگر
از گناهان بزرگی که از آن نهی میشوید پرهیز بکنید. تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، از گناهان کبیره اجتناب کنید، ما مشکلات شما رو حل میکنیم. نکفر عنکم سیئاتکم، بالاخره انسان در طول زندگیش خطاهایی کرده و آثار این خطاها در روح و جان آدمی وجود داره. یعنی خودش رو یه مقداری بی‌آبرو کرده، یه مقداری اعتبار خودش رو در اون بارگاه و در اون عالم از دست داده. ما میپوشونیم. نکفر عنکم سیئاتکم، این بدی ها رو ما جبران میکنیم، شما رو تعمیر میکنیم. به اصطلاح انسان شد کریم که شد، خداوند دستور داد به ملائکه که در مقابل انسان کریم شده سجده کنید. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا، گفت سجده کنید و ملائکه هم سجده کرد. حالا دقت بفرمایید، الا ابلیس. قال، ابلیس گفت که اسجد لمن خلقت طینا، آیا من برای کسی سجده کنم که از گل درست شده است؟ قال، اینجا رو دقت بفرمایید که چه این سرمایه ها چه دردسری شد برای انسان. دردسر شیرینیه، اونم باعث رشده، ولی خب حالا گرفتاری هم درست میکنه. سرمایه های بزرگ خطر هم داره. قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. با افتخار محضر شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحثمون در آیه 70 سوره اسراء بود. در مبحث قواعد قرآنی، همونطور که از اول که وارد بحث شدیم گفتیم که ما گاهی اوقات یک قاعده رو از یک مجموعه ای از آیات استخراج میکنیم. مثلا فرض کنید 35 آیه رو گذاشتیم کنار هم، قاعده مسیر رو استخراج کردیم. گاهی اوقات یک قاعده رو از یک آیه استخراج میکنیم و گاهی اوقات کار جالبتر میشه، از یک آیه 2 قاعده استخراج میکنیم یا بلکه از یک آیه 3 قاعده استخراج میکنیم. جالبی بحث ما در قاعده تکریم و تفضیل این بود که ما از آیه 70 سوره اسراء 2 قاعده استخراج کردیم. در ابتدای آیه فرمود ولقد کرمنا بنی آدم که اسمش گذاشتیم قاعده تکریم، مفصل صحبت کردیم. بحثمون در قاعده تکریم در جلسه گذشته تمام شد. و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و آخر آیه فرماد و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و انسان را برتری دادیم بر بسیاری از آنچه که خلق کردیم تفضیلی، که این آخر آیه رو اسمش گذاشتیم قاعده تفضیل. از این جلسه میخوایم در مورد تفصیل صحبت بکنیم، یعنی قاعده دومی که از آیه 70 سوره اسراء استخراج شد. این 2 قاعده زیر مجموعه اون قواعدی هست که 1 سال خورده ایست ما آغاز کردیم. گفتیم باید یک تعریفی از انسان ارائه بکنیم، ببینیم در جاهای مختلف قرآن در مورد انسان چه فرموده. بعد از پایان همه این قواعد بعد اینا رو جمع بندی بکنیم و یک تعریف جامعی از انسان ارائه بکنیم. اما سراغ تفضیل، این که قرآن فرماد ما انسان را بر سایر موجودات برتری بخشیدیم، منش میذارم تفضیل، خود قرآن هم گفته تفضیل. قبل از اینکه وارد بحث بشیم به طور فنی، من چند نکته رو ابتداءً توضیح میدم با توجه به این نکته که بسیاری از مطالب قاعده تفضیل رو ما در قاعده تکریم گفتیم. اونا دیگه اصلا تکرار نمی کنیم. بینندگان عزیز که میخوان اونا رو ببینن باید برن مباحث قبلی رو مطالعه کنن، ببینن، فیلمش رو ببینن. که مثلا فرض کنید که از مباحث گفتیم این بود که
تکریم با تفضیل فرق دارد به نظر ما. بعضی آمدن گفتن تکریم همان تفضیل است و تفضیل همان تکریم است. ما گفتیم نه، تکریم با تفضیل فرق دارد که فرقش رو میتونن ببینن. نکته اول در قاعده تفضیل، ما معتقدیم که تفضیل هم مثل تکریم دو نوعه. در تکریم گفتیم ما یک تکریم رحمانی داریم و یک تکریم رحیمی، یعنی یک تکریم مجانی عمومی و همگانی و یک تکریم خاص برای خواص و اکتسابی. دقیقا همون حرفی رو که در تکریم زدیم همون حرف رو در تفضیل هم میزنیم. خداوند یک تفضیل ابتدایی دارد و همگانی و مجانی و رحمانی، حالا هر تعبیری شما بگذارید درسته. یعنی خداوند انسان رو که آفرید، انسان به مقتضای انسان بودنش شد افضل از سایر موجودات، که ما میگیم انسان اشرف مخلوقات است. حالا ما تو عرف خودمون نمیگیم افضل مخلوقات، میگیم اشرف مخلوقات. این تعبیر اشرف مخلوقات که میکنن اشاره به همین آیه داره و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. این به اصطلاح مجانی بود، همگانی بود. انسان، حالا هر انسانی، انسان چون انسانه به مقتضای انسان بودنش، این جنس انسان به اصطلاح، این طبیعت انسان جنسش از سایر حیوانات و سایر موجودات برتره، که اینو ما بهش میگیم تفضیل در نعمت، تفضیل در انعام. یه تفضیل دیگری داریم که اون تفضیل رحیمیه، تفضیل انتهایی، تفضیل برای خواص، تفضیل اکتسابیه، یعنی شما باید زحمت بکشید تا اونو بدن. اون مجانی نیست، اون تفضیل در ثوابه، یعنی کسانی که در راه بودن، در صراط مستقیم بودن، از اون تفضیل ابتدایی درست استفاده کردن، به تفضیل انتهایی میرسن. حالا دو نکته رو من خواهش میکنم بینندگان عزیز به این دو نکته توجه داشته باشن. آیه محل بحث ما که میفرماد، آیه 70 سوره اسراء که ما قاعده تفصیل رو داریم اونجا مطرح میکنیم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، به نظر من میرسه این آیه داره تفضیل ابتدایی رو مطرح میکنه، رحمانی، تفضیل رحمانی رو، همونطور که تکریمی که داشت مطرح میکرد تکریم رحمانی بود. بله، در تکریم ما یه آیاتی داشتیم که تکریم رحمانی رو مطرح نمیکرد، تکریم رحیمی رو مطرح میکرد، مثل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این ان اکرمکم عند الله اتقاکم تفاوت داشت با ولقد کرمنا بنی آدم. ان اکرمکم در مورد کرامت اکتسابی صحبت میکرد، کرامتی که انسان باید زحمت بکشه به دست بیاره. لقد کرمنا بنی آدم در مورد کرامت مجانی صحبت میکرد که مجانی خدا در اختیار انسان قرار داده. دقیقا همین جریان در تفصیل هم هست. در آیه 70 سوره اسراء که فضلناهم، این تفصیل ابتدایی، تفصیل مجانی، تفصیل همگانیه. بله، در بسیاری از آیات هم از تفصیل در ثواب صحبت میکنه که خیلی هم زیاد هست تعدادش. اونا دیگه تفصیل رحیمیه، تفصیل اکتسابی. این یک نکته. نکته دوم این که ببینید هدف از تفضیل برتری دادن مجانی، تفضیل همگانی، رسیدن بشر به تفضیل خاصه، به تفضیل اکتسابیه. یعنی اگر بشری که خداوند این سرمایه رو که ما اسمش داریم تفضیل در اختیار او قرار داده، در پایان هم در ثواب از سایر موجودات برتر نباشه، این بشر ضرر کرده، این بشر به هدف خلقت نرسیده. بالاخره اون کسی که امکانات بیشتری بهش دادن، توقع این است که روز آخر هم از همه نمره بیشتری بیاره، در قبول شدن نفر اول باشد. نه اینکه فرض بکنید یک دانش آموزی در یک کلاسی امکاناتی که در اختیارش هست 20 است، ولی روز آخر که میخوان نمره بدن نمرهش میشه 7، نمره میشه 8، نمره میشه 10، اصلا نمره قبولی هم بیاره میشه 12 مثلا، نمره قبولی هم آورده، ولی اون کسی که امکاناتش مثلا 20 نبوده الان 20 گرفته. خب این انسان ضرر کرده، این به هدف خلقت نرسیده، این دانش آموز در حقیقت رد شده در این کلاس.
انسان رو تفضیل دادن، انسان رو اشرف مخلوقات کردن برای اینکه در نهایت کار هم اشرف باشد، افضل باشد، نه اینکه روز اول افضل باشد و روز آخر هیچی افضل که نیست، بلکه بشه اسفل سافلین، ثم رددناه اسفل سافلین. خب این یک بحث دیگری که باز باید توجه بشه، من یکی دو بار هم در لابلای قاعده اصالت الانسان اشاره کردم، الان هم اشاره میکنم، دلم میخواد بهش توجه بشه، شاید یه نکته علمی باشه، یه جاهایی به درد ما میخوره، یه کمی باید دقت بشه تا این تفاوت معلوم بشه. ببینید ما 2 تا بحث مطرح کردیم. یک بحث اصالت الانسان، گفتیم در میان موجودات اونی که اصل انسانه و اونی که فرع سایر موجودات، یعنی خداوند همه چیز را برای انسان آفرید و انسان در میان سایر موجودات شد اصل. یعنی اگر حیوان آفریده شد قرار بود یه منفعتی برای انسان داشته باشه، اگر کوه و در و دشت آفریده شد قرار شد یه منفعتی برای انسان داشته باشه، اگر این آسمان ها آفریده شد بنا شد یک منفعتی برای انسان داشته باشه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تعبیرات قرآن رو خوندیم اون روز. خلق لکم، سخر لکم، انبت لکم، زرع لکم، یعنی اگر آفریدیم برای تو آفریدیم، لذا انسان شد اصل، سایر موجودات شدن فرع. ما اسم این قاعده رو گذاشتیم اصالت الانسان. اون چیزی که الان داریم مطرح میکنیم اینه که انسان از سایر موجودات افضل، تفضیله. سوال اینه که آیا تفضیل همون اصالته؟ اصالت همون تفضیله؟ یعنی یه مطلب در 2 بیان داره ارائه میشه، یعنی که اصلا اینا 2 تا مطلب مجزا هست. به نظر من میرسد که اینا 2 تا مطلب مجزا هست. چرا؟ چون من معتقدم که اصالت مستلزم افضلیت هست، ولی افضلیت مستلزم اصالت نیست. ببینید بنده و جناب عالی اینجا نشستیم، شما نسبت به من خب بهتر، زیباتر، باسوادتر، عالمتر، متدینتر، متقیتر و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی من برای شما آفریده نشدم، شما هم برای من آفریده نشدید. شما بهتر از منید ولی من برای شما نیستم. یعنی چی؟ یعنی شما اصل نیستید، من فرع. هممون اصلیم. هممون اصلیم و برای یکی دیگه. برای یکی دیگه، یا یکی دیگه برای ما. ما اصلیم، یه فروعاتی برای ما خلق شده. شما بهتر از منید، شما افضل از منید، شما اشرف از منید، ولی شما اصل نیستید و من فرع. پس من این رو میگم که اشرفیت و افضلیت مستلزم اصالت نیست. یعنی اگر کسی اشرف بود معناش این نیست که اون اصل است، غیر اشرف فرع است. پس معناش این 2 تا مفهوم با هم فرق داره. ولی از اون ور اگر یکی اصل شد، اصیل بودن مساویه با اشرف بودن. این طرف درسته، اصالت مستلزم اشرفیت و افضلیت هست. اما افضلیت مستلزم اصالت نیست. خب این نکته رو داشته باشم بینندگان عزیز تا سر موقع بیشتر در مورد این قضیه توضیح بدیم. نکته بعدی، من سوال داشتم ولی جاش نبود بپرسم. حالا اگر باشه ما در خدمتتون هستیم، سوالی هم باشه اگه میدونید لازم. میخوام بحثتون یه موقع منحرف نشه کلامتون. عرض سلام میدونم. این بحثی است که میگم فعلا بینندگان عزیز باشی کمی بحث رو باید، ما کارمون معلمیم آقای سیرفی. خدا حفظتون. معلم کارش این نیست که مثل کامپیوتر مطلب بریزه برون. معلم باید یه کاری بکنه که سر کلاس همراه او دانش آموز فکر کنه. بعضی موقع دیدید بعضی از معلم ها مطلب رو نوشتن میارن سریع میگن، یه سری اطلاعات میریزن، انقدر هم اطلاعاتشون زیاد هست که اون دانش آموز اصلا فرصت نمیکنه فکر کنه و همراه این که معلم داره بیان میکنه بفهمه. این کار غلطه. این تعلیم نیست. تعلیم نه یعنی بهش خبر بدی، تعلیم اخبار نیست، تعلیم یاد دادنه. باید بهش بفهمونی،
باید بهش فرصت بدی بفهمه. لذا ما کارمون اینه، گاهی موقع ذهن مخاطب خودمون رو درگیر میکنه، میگه نفهمیدم چی شد. این موقع که میگه نفهمیدم چی شد، این خیلی خوبه، یعنی داره ذهنش کار میکنه، موتور ذهنش داره کار میکنه. لذا بعضی موقع بعضی چیزا رو متوجه نمیشه، این تلاش میکنه که متوجه بشه. این خصوصیت کار معلمه. حالا ما این نکته رو گفتیم، بینندگان عزیز این مقدار روش فکر کنن، بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. انشالله بریم محضر قرآن کریم، برمیگردیم خدمت استاد عظیمی عزیز خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. محضر استاد عظیمی عزیز هستیم. 70مین آیه از سوره مبارکه اسراء رو با بیننده‌های خوبمون شنیدیم و انشالله فرمودن روش باید تأمل کنیم، تفکر کنیم، آرام آرام انشالله بتونه شاکله ما رو تغییر بده این مباحث. نکته سوم این که با توجه به این که گفتیم که هر کس اصیل است افضل است، یعنی اصالت مستلزم افضلیت هست، پس معلوم می شود یکی از وجوه تفضیل آن است که خداوند انسان رو اصل آفریده است. یعنی اگر از ما بپرسن که خب شما از کجا میگید که فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، یعنی خدا چه کار کرده برای انسان که انسان شد اشرف مخلوقات، انسان شد افضل مخلوقات؟ ما میگیم یکی از اون وجوه رو قبلا گفتیم، البته وجوهی رو هم بعداً خواهیم گفت. یکی از اون وجوهی که قبلا گفتیم اینه که خداوند موقعی که انسانها رو آفرید و همه عالم رو آفرید فرمود هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. خدا همه چیزی را که روی زمین بود برای تو ای انسان آفرید، یعنی تو شدی اصل، سایر موجودات شدن فرع. پس این یه وجهی از وجوه تفضیله. چرا انسان اشرفه؟ چون انسان اصله و سایر موجودات برای انسان خلق شدن. یکی از برنامه‌ام گفتم، فکر میکنم که اگر فرض بکنید که علم بشر رشد بکنه، حالا من نمیدونم تا کجا علم بشر میره که البته یه قاعده خواهیم گفت، قاعده مبلغ علم، اینم بحثی از بحث قرآنیه که بشر چقدر میتونه نهایتاً چیزی بفهمه. آیا روزی خواهد رسید که بشر همه چیزو بفهمه یا نه؟ میتونه بشر ادعا کنه من به وسیله قاعده مبلغ علم. مبلغ علم یعنی اندازه بلوغی که میتونه. آره، اندازه علم بشر، بلوغ علم بشر تا کجاست؟ اینا انشالله بعد از همین قاعده تفصیل قاعده مبلغ علم رو خواهیم گفت انشالله. ولی اگر یه روزی برسه که حالا بشر بتونه بفهمه، میتونه درک بکنه که اون موجود ذره‌بینی که ته اقیانوس ها وجود دارد این یه فایده ای برای بشر دارد و این رو قرآن 1400 سال پیش گفته که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یه روزی بشر از زهر عقرب فراری بود. امروز یکی از گرانترین مایع هایی که خرید و فروش میشه زهر عقربه. اصلا عقرب پرورش میدن برای اینکه
از زهرش استفاده بکنند و چه اثر درمانی. بله، اثر درمانی. یعنی بشر کم کم داره به این آیه میرسه. حالا کی کامل بفهمه من نمیدونم که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هر چی تو زمینه ما برای تو آفریدیم، یعنی تو شدی اصل، سایر موجودات شدن فرع. این یکی از وجوه تفضیله. اگه گفتن چرا خداوند انسان رو افضل قرار داده، یکیش اینه که خدا انسان رو اصل قرار داده. نکته چهارمی که اینجا مطرح هست و علامه طباطبایی خیلی زیبا در عبارت کوتاهی بهش اشاره فرمودن، این آیه 70 سوره اسراء اینطور میشه توجیه کرد که خداوند فرمود لقد کرمنا بنی آدم. ما انسان رو تکریم کردیم. خب حالا انسان رو تکریم کردیم، برایش چه کار کردیم که تکریمش کردیم؟ مثلا شما مهمان میاد خونتون، میگه فلانی آمد خونه ما خیلی تکریمش کردیم. تکریمش کردید یعنی چه کارش کردید؟ تکریم کردیم، جای خوب سر سفره نشوندیمش، با غذاهای خیلی خوب ازش پذیرایی کردیم، وسیله نقلیه فرستادیم دنبالش، آوردش و بردش. بعد هم مهمانهای دیگه هم داشتیم ولی اصل سفره رو برای اون قرار دادیم، به اصطلاح اون اعلای مکانها رو به اون دادیم. این آیه هم دقیقا همینطوره. نگاه کنید 4 تا بند داره. ولقد کرمنا بنی آدم، انسان رو تکریم کردیم. 1 حملناهم فی البر و البحر، وسیله نقلیه در اختیارش گذاشتیم. و رزقناهم من الطیبات، و بهترین غذاها و لذیذترین غذاها رو در اختیارش گذاشتیم. و سومین ویژگی که در تکریم تأثیر داشت این بود که تکریمش کردیم. چه کارش کردیم؟ و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یکی از وجوه کرامت انسان این بود که ما انسان رو بر سایر موجودات برتری دادیم. یعنی بهترین جای مهمانی رو به او دادیم، بهترین میز رو در اختیار او قرار دادیم، بهترین غذا رو در اختیار او قرار دادیم. و نکته پنجم و نکته آخری که من چقدر وقت داریم؟ تمام شده وقت بود. یعنی بگم نکته پنجم بشنویم. نکته پنجم این که خداوند متعال در تکریم هم ما را تفضیل داده است. تو دلش بود؟ نه. ببینه اگر فرموده بود که لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما رو بیشتر از بقیه تکریم کرد. احسنت، باریکلا. خداوند متعال چون اول میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، خب ما گفتیم در جلسات هم تکریم مخصوص انسان نیست، ولی بعد میگه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. معلوم میشود در همین تکریم هم خداوند انسان را بر سایر موجودات برتری داده است. یعنی کرامتی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است از کرامتی که در اختیار سایر موجودات و حتی ملائکه بنابر اقوالی قرار داده است بیشتر و بالاتر. لذا ما از همه موجودات برتریم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یک دنیا از آقایی و لطف و تشریف فرماییتون، از مطالب بی‌نظیرتون. سپاسگزارم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر. محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. تا جا خیلی متشکرم. پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یاد خدا.